شخصیت واقعی آشنا لو رفت. خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از کانال حواشی نیوز. امروز قرار مدارکی که آشنا و مشکی از همدیگه رو کردن رو مورد بررسی قرار بدیم. آشنا بعد از ترک توری از مشکی یک مدرکی رو میکنه که مشکی یک دختر 16 ساله رو تهدید میکنه و یک فریستایل از مشکی پخش میکنه که قابل پخش در یوتیوب نیست. و خب اما مشکی در ترک توری میگه که یک مدرک بیار که من متولد 77 هستم و آشنا هم یک ویدیو از یک رسانه در کانال تلگرامیش میذاره که کانال تلگرامی قدیمی مشکی هست و در اون کانال میگه که متولد 77 هستش. دانیال رو ببینید، به آدرس تلگرامش توجه کنید @Danny_T. این آدرس تلگرام دنی هست که در حال حاضر وجود نداره، اما یه وبسایتی هست به نام PG Stat که کارش آنالیز چنل های تلگرام هست و سال 2018 دانیال چنل خودش رو به این سایت وصل میکنه که این موضوع باعث میشه که چند تا از پست هاش رو ما بتونیم ببینیم. داخل یکی از این پست ها دانیال میاد و یه ویدیویی منتشر میکنه و زیرش مینویسه 2 سال پیش یادش بخیر اوایل 17 سالگیم بود که این فری استایل رو دادم. نقص داره ولی جالبه. خب نکته این پیام اینجاست که در 17 فوریه سال 2018 میلادی یا همون 28 بهمن سال 1396 دانیال اشاره میکنه که 2 سال پیش 17 سالش بوده، یعنی اون در سال 1396 19 ساله بوده و این سندی برای اثبات اینه که دانیال تزاد ملقب به مشکی متولد 1377 هستش. خب رفقا حالا نوبت مدارکی که مشکی رو کرده رسیده. یک دختر که با آشنا ارتباط نزدیکی داشته به راستا آهنگساز مشکی پیام میده و از صفحه چتش با آشنا اسکرین میده و دختر در اون چت با آشنا میگه که تو مادرت سرطان نداره و بابات هم مغازه داره و تو خرج خونه رو نمیدی، چرا داری دروغ میگی؟ آشنا هم میگه که به تو ربطی نداره، من چرا باید از حرفای تو بترسم؟ حرفای تو رو کسی باور نمیکنه. و راستا هم در ادامه میگه که آقا من یه چیزی بگم، کلا توی دنیا آدما بعضی موقع یه کارایی میکنن که حقیقت اون کارو و برملا شدن اون اتفاقو فقط یا خدا میتونه بگه یا خود اون آدم. یعنی خود خدا باید دهن باز کنه بگه که آره همچین اتفاقی افتاده یا خود اون آدم. یعنی میخوام بگم که قضاوت کردن این یه سری از مسائل نشدنیه مگر غیر از این 2 حالت. مثلا من بگم نمیخوام کسی رو قضاوت کنم، این چیزی هم که الان من میخوام بذارم حقیقتا من میذارمش دست خودتون. من اصلا حرفی نمیزنم، من قضاوتی هم نمی کنم، خودتون قضاوت کنید. فقط صرفا میذارم که در جریان باشید، چون میگم ما اهل خل زنک و اینجور داستانا نیستیم. ما دوست داریم که توی موزیک جواب بدیم. این چی میگم؟ یعنی حداقل قافیه داشته باشه. این چی میگم؟ حداقل ترین چیز اون به قولی موزیک و رپره که اینا رو باید رعایت بکنه، نه اینکه صرفا بخوایم بگیم 4 تا لیچار بار کنیم یا مثلا 4 نفر بخوان واسه ما یه چیزی بفرستن و اینکه ما سریع باور کنیم و اینایی هم که من الان میذارم صرفا فقط میذارم، بعدش هم پاک میکنم. همین، هیچ نظر خاصی هم ندارم. اونجا من داشتم گوش میدادم، خب بعد تا گفت الو. اونجا من داشتم گوش میدادم، خب بعد تا گفت الو دیدم پشمام، این صدا مامانش نبود، صدای خالش بود. یعنی این که خاله اومده خودشو جا زده به فارسیم تموم شد. خاله اومده خودشو جا زده به مامانش که بگه یار من مامانشم، من سرطان دارم. این حرفا. ببین برادر من، حقیقتا این روشی که تو میری یه روشیه که خیلی مسخره است و حقیقتا دستتم رو شده واسه ما. چه روشیه؟ روشیه که شما میای یه سری مسائل میگی که ما خب مسلماً کتمانشون نمی کنیم، چون ترسی نداریم که بخوایم اونا رو کتمان بکنیم. مثالش مثلا خیلی اوقا گفتن که خب گفتی دانیال تزاده، گفتی که مثلا اسم برادرش محمد جواده، گفتی که چه میدونم یه سری از این خزعبلات که خب اوکی اینا که بوده تو یوتیوب. موضوع اینجاست تو چند تا دروغ و کس لای اونا کردی به ما داری تحویل میدی. این چی میگم؟ حرف من اینه، تو چه میدونم وایس رو میکنی، تو فلان میکنی، بعد یه دفعه وسطش میزنی 16 ساله. این چی میگم؟ یعنی میخوام بهت بگم که اوکی یه سری چیزا هست، ما ترسی نداریم از گفتنش. که این چی میگم؟ تو مثلا وایس 2 نفر رو برداشتی، میخوام بگم تو قضیه رو جناییش میکنی به نفع خودت.
چجوری؟ مثلا یه وایسی به یه کسی داده شده، آقا یه دوست پسره مثلا یه شخصی به دوست دخترش داده، بعد اینو همون داستان توریه است. اصلا چرا اسم ترک ما گذاشتیم توریه؟ به خاطر اینکه یه سری حقایق گفته میشه، یه سری دروغ لای اونا قایم میشه. این چی میگم؟ یعنی یه وایسی به یه دختری داده شده توی زمانی که رابطه داشتن و حالا با هم دیگه در ارتباط بودن و تو میای اینو به نفع خودت میای میچرخون. یعنی چی؟ یعنی میای میگی که این مثلا فلان کسک اون دختره رو اذیت کرده و اینکه دختره 16 سالشه. واسه این سند رو کن چاقال. این چی میگم؟ یعنی میخوام بهت بگم که توریه نکن عزیز من، توریه نکن. اگر مثلا بخوایم یه چیزی هم بهت بگم، اگه ما بخوایم مثلا مثل خودت باشیم، به خدا قسم از این کسشرا زیاد واسه ما میفرستن ها. یعنی به ما میگن که این اصلا مادرش نیست توی استوریاشه. من نمیگم ها، اونا میگن. این چی میگم؟ این نیستش، مادرش نیستش، نمیدونم سرطان نداره، همه حرفایی که داره میزنه دروغه، فامیلیشو عوض کرده، مادر خودش 2 اسم است، چطور مثلا به دانیال گیر میده؟ میدونی چی میگم؟ سید بوده اسم توی شناسنامه‌اش عوض کرده، ولی ما به این خزعبلات اصلا میدونی ما نه اینا رو میگیم 100% درسته، نمیگیم این غلطه. من فقط صرفا گوش کردم، الانم فرستادم، صرفا فقط همینجوری بگم که واسه تو کسشرایی که میفرستن واسه ما هم خیلی میفرستن ها، ولی ما خال زنک نیستیم مثل تو. ببین ابوالرجان عزیزم، من هدف صحبتم کلا از این چیزایی که اینجا الان گذاشتم فقط یه مسئله است، اینی که میخوام بگم که این شگرد تو و این روش تو دستت واسه ما رو شده. ما اصلا برای چی ترک توریه رو داریم؟ فقط بهت بفهمونی از اسمش خودش دیسه، فقط به خاطر اینکه ستونم بهت بگم که اوکی یه سری چیزا واقعیته، کی کتمانش کرده، کی گفته نه. ببین چی میگم؟ مشکی هم توی ترک برگشت گفتش که خب اوکی من دانیالم، خب بکیرم، خب اوکی من اسم برادرم محمد جواد با همونم. آره ببین چی میگم؟ یعنی میخوام بهت بگم که یه سری مسائلی که تو داری بیان میکنی خب اوکی بکیرم، ولی موضوع یه چیز دیگه است. موضوع اینجاست که لای اون چیزایی که ما خودمون تایید میکنیم چقدر دروغ داری به خورد مردم میدی. موضوع حرف من اینه. ببین چی میگم؟ کل هدف حرف من این بود. و راسته یک عکس از آشنا به دستش میرسه و در اون باره میگه آقا این عکس من حقیقتا نمیدونم چقدر واقعیه، ولی خب خیلی این عکس رو واسه ما فرستادن برای ما که مشکی میگه که وقتی مادر شیمی درمانی بوده خونه کاباره بوده منظورش این بود. باز ما نمیدونیم، ما هیچ تأییدی نمی کنیم. این چی میگم؟ هیچ تأییدی نه، واقعا هیچ تأییدی نمی کنیم. یعنی تیکم ننداختم، واقعا هیچ تأییدی نمی کنیم. خدا حافظ. بعد از لو رفتن چت‌های آشنا به اون دختر پیام میده که تو جینده‌بازی در آوردی و آویزون مشکی و تیمش شدی و از این حرفا. متاسفانه پیام رو پاک کرد و اینکه منو بلاک کرده. البته این کار همیشگیشه، خب یعنی مثلا بلاک میکنه، پیام رو پاک میکنه و مخصوصا حالا فهمیدی که من حالا یه سری چیزا اومدم به شما گفتم، اومده پیام رو پاک کرد، یعنی پیامای خودش رو پاک کرد و بلاک هم کرد. الان که خواستم برم اسکرین رکورد بگیرم، بعد من سریع اسکرین گرفتم که چون میدونستم پاک میکنه. الان رفتم سرچ کردم دیدم که نه، بچه‌مون زده منو بلاک کرده. نه میدونم چی میگین، درسته واقعا حرفاتون من قبول دارم، ولی همونطور که من بهتون گفتم من هر چی که داشتم داخل اون گوشی قبلیم بود که متاسفانه الان گوشی مثلا همراهم نیست، یعنی اینکه زده شکونده اون پدر سگ خر. بعد که گفتم حالا مثلا میرم باش چت میکنم در حد همون حالا چی بهش میگن یه مدرک، آره در حد همون یه مدرک باشه. ولی خب میگم که من اتفاقا زیادم داشتم عکس و اینا، ولی زده بود گوشیمو شکوند. متاسفانه هرچی بود و نبود داخل اون بود که الان نابوده.
آقا من یه مسئله رو باز بگم که میگم من این پیامو رو نه تایید میکنم نه تکذیب. باز دارم میگم آقا من هیچ تاییدی نمیکنم. من صرفا به عنوان یک پیج، یک تو چنل تلگرامم یه سری چیزا رو همینجوری گذاشتم. من هیچ حرفی هم نمیزنم. قضاوت با خودتون، راست یا دروغش هم نمیدونم. این چرا؟ چون ممکنه همین آدم هم از سمت خودش باشه، چت فیک باشه یا هر چیزی. من به این بنده خدا گفتم که بی زحمت واسه من یه اسکرین رکورد بده که گفتش که مثل این که چت ها رو پاک کرد و اینا. من هیچ تضمینی نمی کنم که این راست باشه، ولی بیایم تضمینی نمی کنیم که راست باشه، اوکی، هیچ حرفی در موردش نیست. ولی اگه 1%، اصلا 1 اپسیلون درصد، 1 میلیاردینیوم درصد راست باشه، تو ولش کن. این آخه من هر چی بهم بگم میبینی گریه میکنه، یه 5 تا ترک در موردش میفرسته میده بیرون. این چی میگم؟ پس بهتره من صحبتی نکنم، خودتون جای خالی رو پر کنید دیگه. تو خیلی، اگه این واقعی باشه، من نمیدونم واقعی یا نه. اینو من صرفا فقط دارم میگم که بگم به خدا به ما هم از این چیزا زیاد میفرستن و این من مثلا این بنده خدا تلگرام منو پیدا کرده بود، من اسکرین بگیرم مشخص میشه که ایشون اول به من پیام داده. من مجبور شدم چون تلگرامم آیدی پیوی تلگرامم راسا بود، بعد همه خیلی سریع پیدا میکردن همون اوایل داستان، به خاطر همون تغییر دادم گذاشتمش روی تلگرام، چنل تلگرامم. ایشون منو خلاصه میخوام بگم پیدا کرده بود. خیلی از اینا توی اینستا واسه من میفرستادن. این چی میگم؟ خیلی واسه من توی اینستا میفرستادن و اینکه من اصلا اونا رو ایگنور کردم، چون نمیشه اعتماد کرد که ما مثل تو پلش نیستیم که هر کی هر چی حرفی بزنه بگه که ما بگیم وای آره اینجوری، بعد بیایم 4 تا هم بذاریم روش هوچیگری بکنیم بگیم که آره این داستانش این شکلیه، 4 تا دروغ هم بذاریم کنارش بگیم که مثلا تو آدم خیلی. من میترسم، به قرآن میترسم به این یه چیزی بگم این دلش بشکنه بره 5 تا ترک دیگه جمع کنه. من هیچ حرفی نمیزنم چون گناه داره. تا همین الان خدا اذیت شده. این چی میگم؟ خیلی اذیت شد دیگه. بس دیگه، چقدر بذاره لبات، بذاره روی لبات. این چی میگم؟ حالا خلاصه من اینا رو تایید نمی کنم. این داستانم دیگه تمومه. خب به آخر ویدیو رسیدیم. حتما نظرتون رو در مورد این مدارکی که از آشنا روش شده بگید. و خب قبل از اینکه این ویدیو تمام بشه چند تا کار مهم مونده که حتما انجام بدید. اول اینکه این ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو فعال کنید که از جدیدترین اخبار و حواشی‌ها با خبر باشید و کامنت های قشنگتون رو برامون بذارید. خدا نگهدار.